حين ولدت. السلام علیکم و رحمت الله. خدمت تمام وسالیان جهان، شوکه وسال عزیز، خصوصا آقای انصاری بزرگوار، میخواستم خدمتون عرض کنم من یک شیعه از ایران هستم، با عنوانی که یک شیعه که با 40 سال نزدیک به 50 سال با شیعه زندگی کردم، با شیعه ازدواج کردم، تو مراسم فاتحه رفتم، عروسی، جشن، تولد، فقط کفر و قد پرستی. شیعه چیزی به نام خدای قبول نداره اصلا. شیعه اصلا تمام یا علی یا حسین یا امام زمان یا امام رضا. شما دقت کنید هیچ اصلا خداوند اینا قبول ندارن. کلمه یا فقط مختص خداونده. یا که ما باید بگیم خداوند. از برنامه قشنگتون لذت میبرم. 90% تا 95% از وقتم پای برنامه شما میذارم. منم دین ندارم حقیقت، ولی به وسیله برنامه شما دارم هدایت میشم. خدا سرشاده، خدا گواهه. عاشق برنامه‌تون هستم، خصوصا عاشق آقای انصاری عزیز. انشاءالله که خدا و رسولش آقای انصاری رو در پناه خودشون حفظ کنن. دوستتون دارم. به جز قبل پرستی چیزی یاد نگرفتیم، به جز درخت بوسیدن، میله بوسیدن، آهن ماچ کردن. حال آدم به هم میخوره. ما خودم کلا یه آدم بیدینی هستم، ولی دارم به وسیله شما هدایت میشم. دوستتون دارم آقای انصاری عزیز. از راه دور صورت ماهت میبوسم. تو و شبکه شما باعث شد که باز برگردم به طرف خدا و دین و مذهب قرآن. انشاءالله که همه شما رو خداوند حفظ کنه. بهمنی از بوشه. خدا حافظ شما. سلامت باشید. خدا حافظ و نگهدار شما و الله شما رو ثابت قدم بداره در این راهی که انتخاب کردید و همه رو توفیق فهم حق و پیروی از